چنانه در جریان رید کارمندان نهادهای قدرتی در مرکزهای دلخوشی دوشنبه شب 4 دکبر معلوم گردید اکثر نابالغان در مرکزهای دلخوشی و کامپیوتری سرگرم بازی‌های به مثل قتل و کشتار مشغول بودند. این بازی‌ها در نهایت به پسیخولوژی نابالغان تاثیر منفی رسانیده در اکثر موارد آنها را به جنایت تله می‌دهد. در سال جاری جنایت از جانب جوانان و نابالغان با واسطه کارت یک بار زیاد شده، این وضع ساکنان دوشنبه را به تهلکه آورده است. ما با چند نفر نابالغان در مرکزهای دلخوشی و بازی‌های کامپیوتری شهر دوشنبه مصاحب شدیم. والدین تو خبر دارن که شما بعد از درس اینجا میایید؟ مبلغ را از کجا میگیرید؟ اونجا کار میکنید؟ را میگیرم از خواهد شما میگیرم؟ مبلغ برای چی گفتن میگیرید؟ خشم بعد از درس اینجا میایید؟ سیاس وقت نیست. با کدام مقصد به این مرکز آمدید؟ با مقصدی تماشا کردن. والدین خبر دارن که نه. اینجا میایید؟ مبلغ را از کجا میگیرید؟ من بوسکینه آمدم مبلغ ندارم. برای چی اومدید؟ تا تماشا ولی خوب است. خواننده کدام مکتب؟ خواننده مکتب 52. در رفت رید معلوم گردید که بعضی از نورسان و نابالغان با خود یارق سرد دارند که این به امنیت شهروندان و خود آنها خطر ایجاد میکند. محض به همین خاطر سال جاری در دوشنبه ریاست کارهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان عملیات کارت را برگزار نمودند. گنرال شریف نظرزاده سردار ریاست در صحبت با خبرنگار هفته‌نامه تاجیکستان گفته بود که در جریان این عملیات 13 نفر جوانان دستگیر شدند که اکثریت آنها را نابالغان تشکیل می‌کردند و اکثر این نابالغان کارت در کیسه به مکتب می‌رفتند. در رید مذکور 17 نفر نابالغان بازداشت شدند. معلوم است که این نابالغان پس از کارهای فهماندهی آزاد خواهند شد. اما عجیب آن است که چرا والدان نسبت فرزندان نابالغشان بی‌توجه هستند و اجازت می‌دهند که تا به وقت شب آنها وقت خود را در مرکزهای دلخوشی و کامپیوتری صرف بازی‌هایی که عاقبت به جنایت می‌رساند. کجاست مسئولیت والدان؟ دیگه نمیام که یکم برای. خدا که یکم برای.